این دفعه اومدیم با اشتباهی که اکثر مشتری‌ها انجام میدن. چی شده بود؟ الان براتون تعریف میکنم. مشتری اومده بود تو مغازه، گفتش که آقا دستگاهم تصویر نمیده، احتمالاً LED لپتاپم خراب شده. نگاش کردم دیدم آقا دستگاه تصویر میده ولی نور نداره. گفت نه آقا تصویر نمیده. بهش نشون دادم چراغ قوه انداختم توش، متوجهش کردم که آقا دستگاه تصویر میده ولی نور نداره. دستگاه گفتم باید بذاری برام بمونه چکش بکنم بهت بگم. باز کردیم، بعد از چک متعدد متوجه شدیم که آقا فلت دستگاه مشکل داره. فلت رو با کلی پیگیری و چرخش تو بازار پیدا کردیم، براشون خریداری کردیم. البته قبلش اعلام قیمت شد بهشون، نصب کردیم براشون، بهشون تحویل دادیم. کلی از هزینه‌ای که فکر می‌کردن با LED دستگاه خراب باشه نصف شد. یعنی چی؟ LED رو می‌خواست عوض بکنه حدود 6 میلیون تومان هزینه تعویضش میشد. با 2 میلیون تومان کارش انجام شد. با رادیو لب باش تو پاشت نره.